آقای جهان عزیز، عیدت مبارک. حال شما چطور؟ خوب هستی؟ شما چطوری جهان عزیز؟ خوب نمیبینی خوب هستم خدا. هر سال داری بهتر میشی جهان جان از سال گذشته. من بهتر میشم شما سال بهتر میشه. شما داری بهتر میشی، سالم بسکم ساخته باشه. خدا رو شکر خوب هستی. دارم. مرسی جهان عزیزم. از کارهای جدید میدونم که کار زیاد داری شما و میدونم که بسیار اکتیو هستی شما و این گرد همایی رو که دور هم هستیم و یه مقداری نظرتون رو راجبش بدید. از پارسال تا امسال خوب بوده؟ انشالله بهتر خواهد شد. والا من فکر میکنم سال به سال داره بهتر میشه، همونطور که ما دیگه میگید بهتر میشیم، سال به سال داره برنامه‌ها بهتر میشه. با اینی که خب وضعیت زیاد جالب نیست ولی سال به سال برنامه‌ها داره به نظر من بهتر میشه، چون من یادم چندین سال قبل همیشه در همون محدوده تلویزیون بود برنامه‌ها، ولی خدا رو شکر چند سالی که کشیده شده به بیرون جای بهتری میگیرن، مخارج البته بیشتر میکنن ولی خب من فکر کنم کوالیتی خیلی بهتر شده و خدا رو شکر میکنم که برای مردم بیشتر دارید کار میکنید. قربون شما. نمیدونم کار خیلی خیلی خوش اومدید جهان عزیز. اگر پیغامی چیزی با من اول باید سلام میکردم خدمتتون. شما هر موقع سلام بکنید. درود بر تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا، هر جا که هستید خوب و خوش باشید. امسال امیدوارم همینطور که پارسال من آرزو کردم ولی امسال امیدوارم واقعا بهترین سال زندگیتون باشه. مرسی، قربون همگیتون. قربون شما. قربون شما، خیلی ممنون، خوشحالیم که